سلام. در قدم اول برنامه دراید وی پی نصب میکنین. این برنامه است. بعد اینجا سری برنامه پیچق میگیرین. سری علامه ندایی که داخل دایره است، سری ازی پیچق میکنین، کلیک میکنین، داخلش گرفتین. در اینجا در قسمتی پرمیشن، اول نوتیفیکیشن، دوم پرمیشن، کلش کل اینا باید اجازه داده شود. مثلا حالی دون طلب است، اگر بخوایم میره اجازه بدیم، جمعه بالای علاوه میزنیم اجازه میدیم میره. از جا میریم داخل خود برنامه. باید سری ICMP مانده شود سری ازی. و اینجا سرورم بالای 14 از 11 تا به 14 این سرورا از سرورا باشه، دیگهش قبول نیست، دیگهش وصل نمیشه برنامه. و از اینجا سری سی نقطه بغل میریم، بالای اکاونت میریم. اکاونتی که بهتون جور کردیم در بالا یوزرنیم است، در پایین پسوردش میزنیم و اینجا بالای گزینه سیو میزنیم که سیو شود. بعد از اینکه سیو شد از اینجا بیرون میریم، دوباره داخل برنامه میریم، باز سری سی نقطه میریم و از اینجا در قسمت از بالای اکاونت میریم، بالای سیتینگ میریم. بالای سیتینگ در قسمتی چهارم ICMP سیتینگ جا که رفتیم و این باید غیر فعال باشه. این گزینه باید غیر فعال باشه و این بالایش هم در دوم فعال باشه. در کوایت سیک نمبر فعال باشه و اینجا هم در قسمت VPN سیتینگ، VPN کنکشن سیتینگ میریم و این تنظیمات است که مثلا این تنظیمات که است به I2 کنکت یعنی خودکار وصل شوه. دلیتانی را فعال میمانی نمیمانی مشکل نداره. و این دوم I3 کنکت است، مثلا اگر قطع شد این فعال باشه، این گزینه دوباره خودش اتومات وصل میشه. این گزینه هم دو گزینه هم فعال باشه خوبتر میشه. اگر بعضی اوقات وصل نشد دیدین که بسیار بیسوری میکنه. باز در بالا از این برنامه در سری پیچق کنین، سری ندای بغل برین و از اینجا فقط یک فورس استاپ کنین، این از این گزینه استفاده کنین، اوکی را بزنین و باید 100% پرمیشن هایتان فعال باشه. باید در چارش اجازه بدین، در غیر صورت وصل نمیشه. از اینکه سیتینگش خلاص شد داخل خود برنامه میریم و از اینجا یعنی بالای کنکت میزنیم، وصل شد کنکت سکسفولی. و زمانی که اکاونتتان MBش خلاص شد، اینترنتش خلاص شد، در بالا نوشته میشه دانلود لیمیتد ریچ و وصل نمیشه. اگر بعضی اوقات وصل نشد، اگر همو مسیج باید هم اومد برایتان، در صورتی که MB تان خلاص نشده بود میتونید که از اینجا سرور را تبدیل کنین. گفتم از 11 تا به 14 در سرور را درست کار میتن.